بسیار وسیع است ولی که یک بسیار مبنیت شدن در کار به حساب شدن در کار جلگیر همیشه میشن. با فکرتان همی شهروند چی وظیفه و مسئولیت دارد و چی حق دارد و چی حق ندارد؟ بر اساس قانون‌های جمهوری باید همه چیزا احتیاط کند، رعایت کند. قانون برای چی؟ برای آنکه همون چی باید مکن قاعده هایی که هست همه رعایت کردن، همه اجرا کردن است. همه قانون یعنی شهروند است. لیکن و اجرا نکند و رعایت نکند البته شهروند نمیشه. بنده را هستم هم چون شهروند هم چون گراجدانی تاجیکستان ما باید دائما در آبادی وطنمون باشیم، در آبادی شهر باشیم، در آبادی زندگی باشیم، در آبادی خصوصی فرزندامون باشیم. شما میدونید که یک شهروند به چی ها حق دارد؟ مثلا هر شهروند به حقوق خود باید دارد که حقوق خود را دائما باید بداند که ما هم چون شهروند تاجیکستان به چی حقوق داریم. مثلا شما به چی حقوق دارید؟ ما با همه چیزی که همین حکومت باید کردگه به همون چیزا حقوق داریم. باید دائما حقوق خود را دانیم. اصلا در همین نقلیات ها ما هم چوبای باید ما را رایگان باید کنن. ما حقوق داریم که به همین چیا رایگان رویم. نه که بسیارش باید میکنن که نه حقوق نداریم. همه دانیم که حکومت شهر برای ما باید کردگه که ما رایگان باید رویم در همین نقلیات. خود شهروند جمهوری تاجیکستان در قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان پرعکس یافتند. بعضی شخصانی هست که همه حقوق خودکت شناس نیستند، بنابراین بسیار جا پیشپایی میخورند. خوب میشد که همین مسئله بجای رکلام های خرم مرم همین چیزایی تشویقاتی میبردن که خلق همین داند. بعضی آدمی هست که اونش کتاب خواندگی نیست، لیکن همون تلویزیون میشینه رنگ یک گفتی دو کامپر گپ میزدگی بوری هم بجای رکلام های نمیشدگی هم خیلی رکلام کنند که من این حقوق دارید، من این وظیفه دار هستید، من اینجا به جزا بگیرید، من اینجا به مکافات میگیرید. چه خوب میشد لیکن شهروندی تاجیکستان بودن این افتخاری هر یک تاجیک است. همه چی حقوق داریم ما. حقوق زندگی نقض آبادی این برای ما وطن بس آبادیش. وظیفه ما پاجان در جمعیت چخیل بگم شکرانه تینجی که جنوب برای ما دودگی کور کردن آباد کردن وطن است پاجان. نصیحت کردن این نسل نوراست که یک این بسیار ضروره پاجان، بسیار ضروره در زمانی ما مهنت حلال فرزنده را با همین وطن پروری وطن دوستی تربیت کردن فقط همین است. شما هم یک شهروند میدونید به چیها حق دارید و به چیها حق ندارید؟ همچون شهروند من مثل پدر 7-8 فرزند فقط با کار نیک معامله خوب فرزنده را با رغم حلال تربیت کردن، خواندن، پشوندن. وظیفه پدری خدمت در پیش جامعه در پیش عائله خدمت گذاشتن یک برای من یک شرف است. وظیفه حقوق دارد که آزادانه زندگی کند، آزادانه گشت گذار کند. امروزا ببینید چه آزادانه ما در شهر ما گشت گذار میکنیم، ساعتی 1 2 3 همه وقت برای آزادانه ما گشت کنیم. شهروند خیلی بسیار دارد، مقصد باید خود شهروند پایمال نکنه. چی حق ندارد شهروند؟ یعنی برایش چی محدود است؟ شهروند باید جنایت یکم نکند، زیرا که میگه جنایت که داره حرکت به حرکتی کنه گونه شخص نباشد که مطابق کدکس جنایتی من کرده شده است جنایت اعتراف میشود. اگر شهروند دست به جنایت شود وی را حتما باید حبس کنند، برای که در داخل شهر در مبین ما باید جنایتکار نباشد، همه آزادانه زندگی خود رو پیش برد. کی حق حمایت کردن شهروند دارد؟ ارگان های تنابکش در جمهوری تاجیکستان پر هستند. از عرض کردیم رئیس محله سر کرده تا پروکراتور گنرالی سودی عالی همه این ارگان ها وظیفه‌شان از آن عبارت است. لیکن در دایره قانون مراجعت کردن کار دادگاه کردن واسه آردکنی برای نیو عریضه نوشتن که مراجعت کردن فکت دلیل نشان دادن در کار که باید بینم پگه وقتی که سنجیدن فکت دلیل تصدیق نشد 10 نفر دیگر از کفای این کار سرگردان شدند، آدم بیکار کردند و آدمی که عریضه نوشته است نادرست دلیل نشان داده و باید گناهکار کنند یا فهمونند کار تشویقاتی بردن در کار.